به نام عدالت، به نام انسانیت. من رونای حسین نژاد، دختر حمید حسین نژاد هیدرانو، اهل روستای سیگریک از توابع چالدران هستم. در زمانی که یک درگیری در منطقه چالدران روی داد، من و پدرم و مادرم و داداشم برای مسافرت به ترکیه رفتیم و در آن زمان همه ما در ترکیه حضور داشتیم. مهر خروج و ورود گمرک بازرگان در پاسپورت های من کاملا قابل اثبات است و همچنین از طریق آنتندهی سیم کارت پدرم که در آن تاریخ میتوان مکان دقیق و حضورش در ترکیه را مشخص کرد. با این حال اجازه دسترسی وکیل به پرونده پدرم داده نمیشد، در حالی که وکیل‌های پدرم بیگناهی او را ثابت کردند، اما قوه قضایی حاضر به پذیرش واقعیت نیست و می‌خواهد پدر بیگناه هم قربانی کند. با پدرم سواد خواندن و نوشتن را ندارد. او را 11 ماه و 10 روز در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت شکنجه قرار دادند و با فشارهای جسمی و روانی او را وادار به اعترافات اجباری کردند. من به عنوان یک دختر انسان بیگناه با تمام وجود از نهادهای حقوق بشری، مجامع بین‌المللی، سازمان ملل متحد، به ویژه خانم دکتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران عاجزانه، درخواست کمک دارم. خواهش میکنم پدر من بیگناه نذارین او بیگناه اعدام شود و نذارین که ما بی پدر بمونیم. ممنون از عدالت.